خب عزیزای دل وقتی همگی بخیر یک نانوایی باش شده تقریبا نمیفهم یک سال میشه یا زیادتر میشه کمتر میشه حالا از خودشان هم میپرسیم نانوایی فارسی زبان دیگه پس صاحب نانوایی از ایران هست دیگه نانوای تازه واقعا خیلی هم خوشمزه سبوسکار نانش خیلی عالی است ما به خاطر از اون دیگه هر یا دو هفته بعد یا یک ماه یک دفعه در ماه میایم از این نان میگیریم دیگه بخاطر از اون داخل فریزر میمونیم که دیگه مجبور نشویم بریم از نانای زیاد باگت نفهم نانای بلژیکی بیاد استفاده کنیم و آمدیم اینجا گفتیم ما میایم اینجا اگه دوستایی که اگه بلد نبود جایش اگه میخواستن نان گرمی بربری و نان تافتون بگیرن دیگه از اینجا میتونن تهیه کنن که نه هر روز هم تقریبا حالا پرسان میکنم ساعت و روزاش که چی روز بازه و چی ساعت ها بازه دیگه بیا که بریم داخلشان ببینیم البته آدرس شما براتون دوستا در زیر میمونم در زیر ویدیو اتون آدرس میمونم و همین حالا براتون بگم که در شهر در هلندی میشه لویک میشه شهر لویک بلژیک است و در فرانسوی هم شهر لیژ در شهر لیژ بلژیک است دیگه اسم هم خمینده یا شهرداری یا کمونش که است گریونی است سرکش هم روی ده هغو نمبر 482 اگه اشتباه نکنم بله نمبر 482 است بیا که بریم داخل از اون ببینیم یک دارم این نمبر 482 روی ده هغو در منطقه گریونی لیژ است دیگه از مرکز شهر لیژ و قدر روی دور نیست البته جای پارکینگ هم دو طرف سرک همیشه که ما آمدیم این دو طرف کلا جای پارکینگ موتر است و جای پارکینگش هم دیگه پولی نیست اینجا جای چیزی ما پول ندیدم که پرداخت کنه دست ماشینای پول دیگه جای پارکینگش هم فری است تا حالا تا 10 15 دقیقه که بخواید خریدایتون رو بکنین دیگه در اینجا میتونین پارک کنین هیچ مشکل نیست و هوا خیلی سرده دیگه این فروشگاه و این نام نانواییش این اسم نانوایی است دیگه که بریم داخل با سلام علیکم سلام آقا نعمت سلامت باشی حال شما چطوره خوب هستین خسته نباشین دیگه سلامت باشین من یکم میخوام با شما حرف بزنم در خدمتتون هستم دیگه ما که همیشه میایم اینجا دیگه تقریبا هر ماه یک بار دو باری میایم اینجا بله دیگه گفتم از شما بپرسم اینجا روزای هفته رو به ما بگین چی روزای باز هستین چی ساعتای نون میپزین دیگه از چند وقتی که این فروشگاهتون باز شده استقبال همشهریامون چطور بوده از اینجا خدا رو شکر خوب بوده استقبال همشهریا حمایت میکنن خوبه مخصوصا بچهای هموطن همزبان افغانی ایرانی همه خدا رو شکر خوب و حمایت میکنن ما سعی میکنیم هر روز نون تازه بربری و لواشو داریم تافتون و سعی میکنیم که بهترین باشه حالا تلاشمون رو میکنیم حالا نزدیک یک سال خورده که باز هستیم خدا رو شکر خوب بوده و امید به خدا ما که تقریبا از اینجا تقریبا 40-50 کیلومتر میشه که از اینجا 50 کیلومتر تا 50 کیلومتر میشه از اینجا تا خونه ما راهه ولی ترجیح میدیم اینجا ما دوبار بریم نون فریزر نگه داریم نون تازه از اینجا نون فریزر نگه داریم تا بریم نون از فروشگاه بلژیکی ولی اونایی که دورتر هستن میتونن اگه خواستن اینجا بیان آقا ببخشید اسمتون یاد مهدی هستم دیگه دستشون در نکنه خواهش میکنم با تلفن میتونن زنگ بزنن سفارش بدن آقا مهدی حتما زحمت شد چون از راه دور میان اگه زنگ بزنین اینجوری دیگه آماده میکنم من دیگه در خدمتتون هستم یکی دو تا باشه حالا مشکل همیشه هست ولی خب اگه بخواید زیادتر سفارش بدین حتما باید قبلش دیگه به آقا مهدی تماس بگیریم یکی درست قبلش من آقا مهدی حتما ولی آقا مهدی راستی چه روزی در هفته باز فروش ما هر روز بازیم جز دوشنبه فقط دوشنبه ها تعطیلیم سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه و یک شنبه همه غیر از دوشنبه اینجا چی نونایی میپزید آقا مهدی نون ما همه این نونا تقریبا کار خودمون نون باگت داریم نونای بلژیکی خواسونای مختلف داریم و کیک یزدی داریم خامه داریم شیرینی های ایرانی داریم و تقریبا میشه گفت
شیرینی ها 70-80 درصدش هم اینجا تولید میشه و اینا هم به طور تازه هر هفته از ایران میاد. شیرینی های بسته بندی. چی دیدم اینجا چی هم دارید این میوه خشک نمیدونم. بله هر چیزی که مواد غذایی خامه چه میدونم پنیر سوسیس کالباس نوشیدنی های ایرانی زمزم شمس لیموناد. اینجا سبزی دیدم سبزی های بله یخزده آره. همه مدل سبزی یخزده داریم. چیپس تفک چیتوز لواشک که این روزا واقعا اروپایی ها خیلی لواشک خور شدن تیک تاک میزنن خیلی دوست دارم. بریم یکم داخل اونجا ببینیم یکم از اونم تصویر بگیریم برای هر چی خواستین از دوستان اینجا میتونید تهیه کنین دیگه. اینجا ترشی و نمیدونم مربا و انواع اقسام ترشی جات و مواد غذایی چیزی هم که نباشه سفارش بدن ما مثلا براشون تهیه میکنیم. درست. اینجا هم ما دستگاه نورپذیر داریم از ایران اومده این دستگاه. همین میخواستم بگم دستگاه اینجا خریدید یا از ایران اومده ترانزیت شده. این دستگاه نون شاتر اتوماتیکش هست. این هم دستگاه نونپزیشه و ما تقریبا میشه گفت هفته‌ای که 6 روز باز هستیم 5 روزش رو پخت داریم. 5 روز پخت مدام داریم و بعضی روزا 6 روزش هم هست ولی خب معمولا هر روز پخت ما تازه داریم نونو. در خدمت مثلا کیک یزدی هم که عالی خیلی پخت خودمونو و اینجا هم بله شب یادم رفت نمیدونم سرکار نمیدونم تا ساعت 10 شب سرکار بودم به خاطر همون به اومدید زحمت دارم روز صبح زنگ زدن یکم دیرم بود ولی خب زنگ زدم دستشون در نکنه نگه برای ما آماده کردن نگه آمدی راستی کدوم روزا این مغازتون بسته است؟ فقط دوشنبه ها تعطیل هستیم. هر دوشنبه تعطیل یعنی هستیم. اینجوری نیست که مثلا یک روز مثلا دوشنبه تعطیل باشه یک روز چهارشنبه تعطیل باشه یک روز. نه فعلا فقط دوشنبه ها تعطیلیم. روزهای دیگه از ساعت 7:30 صبح تا 6 هستیم. حالا یه وقت دوستان از راه دور بیان مثلا ترافیک گیر کنن زنگ بزنن ما مثلا میتونیم وایسیم یه وقتی نیم ساعت یه ساعت دیرتر هم برسن ما در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. دست شما در قربانتون زنده باشید. ما زحمتتون دادیم همیشه ما در خدمتتون هستیم. انواع برنج هر چیزی که ایرانی و افغانی که وجود داره در اروپا یا داریم. اگر هم نداشته باشین بهمون مثلا زنگ بزنن اطلاع بدن حتما. یک شنبه ها چون ما همیشه شارژ میشه مغازمون میتونیم تهیه کنیم روزهای یک شنبه براشون میانم و خیلی ممنون از شما. لطف کردین. خیلی قربونتون برم. خواهش میکنم. وقتتون بخیر. روزتون بخیر. قربونتون برم. زنده باشید. خدا نگهدار. دوستان مادر کوین کلا چیز پر کرده همینجا هر چی که گیرش آمده ورداشته دیگه آخرش حساب سلام داره. سلام دوستا خوب هستین جور هستین بخیر هستین امیدوار جور بخیر تیار باشین دیگه ما هم دیگه چیزایی که ضرورت خانه باشه میایم میگیریم همیشه نزدیک است خیلی خوب است خیلی خوب است قیمتاش هم خیلی خوبه است ترتن میریم ولی بیشتر وقتا اینجا میایم چون بیشتر نزدیکتر هم است قیمتاش هم خیلی خوب عالی است. دیگه چی گرفتی؟ چی خریدی؟ کسایی که در ایران شیشتن شاید دوغ دوست داشته باشن دوغ ایرانی سوسیس کالباس ایرانی سنجت خوب است بسته بندی گرفتیم خرما هر چیزایی که در ایران باشه یا چیزای افغانی باشه همه چیزا رو دارن خیلی خوبه نمایی که من پایین است کوچی ولی تقریبا نگه هر چیز پیدا میشه حالا مهدی رو من تازه پرسیدم گفت که هر چیزی هم که اینجا نتونید پیدا کنین هر چیزی هم خواستین به من بگین من حتما براتون تهیه میکنم حتما براتون سفارش میدم بیار. تشکر ما که ازش راضی ما یک در زبان فارسی ایرانی گفتیم به خاطر اینکه دیگه دوستایی که کم ذره دیدن خوش نامدن ما با معذرت چون به خاطر فروشگاه ایرانی است دیگه صاحبش من خدا زیاد در زبان فارسی متوجه میشه ولی خب بازم ما بیا در زبان اینا راحت تر گپ بزنیم والا ایران رو یک چند وقت بدیم نگاه خب بریم تو خرید بو که ایسا ما ایسا طرف بس دوباره بریم
دیگه طرف خانه بریم یکم خرید دیگه هم از دیگه فروشگاه داریم باز بخیر دیگه دوستان. این هم آدرس فروشگاه ما حتما در زیر ویدیو میمونم دیگه. این هم فروشگاه را که دید می نانوایی را که دید هم نانوایی است هم یک گوشه‌ش دیگه یعنی فروش چیز است مواد غذایی داره که نانش بسیار خوشمزه. ما هر دفعه میگیریم تعداد زیاد میگیریم فریزر میمونیم باز هم همو وقتی میکشیم فقط بگی تازه است همو وقت خریدی. خیلی خوب است دیگه. تا ویدیوی بعدی دوستان خداحافظ. خداحافظ خدا نگهدار.